الله سبحانه و تعالی میفرماید که لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان را خلق کردیم. الله خالق ماست. خالق چیزی، خالق یک شی. مثلا کسی که این کامپیوتر رو ساخته، کسی که این ماوس رو ساخته، کسی که این تلفن رو ساخته، ولله مثل الاعلی، کسی که این دستگاه هایی رو که شما اینجا میبینید، این دوربین رو ساخته، از همه تفاصیل این شیئی که ساخته هست آگاه است. الله سبحانه و تعالی به ما میفرماید ما انسان را خلق کردیم. من الله سبحانه و تعالی انسان را خلق کردم. و نعلم ما توسوس به نفسه، حتی این وسوسه‌ای که در درونش هم ایجاد میشه رو ما میدانیم. الله متعال میداند با علمش، با علم فقط. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما از شارگی گردن هم به او نزدیکتر است. الله سبحانه و تعالی با علمش که ذات اقدس الهی نزدیکترین او تعالی نزدیکترین است به همه مخلوقات، حتی از شارگ گردنشون. امام قرطبی رحمت الله علیه در تفسیر میگه که توضیح میده در مورد که حبل الورید چی است. میگه که ای نحن اقرب الیه من حبل وریده الذي هو منه وليس على وجه قرب المسافه. میگه الله متعال میفرماید که ما از شارگ گردن به اون نزدیکتر هستیم، نه به معنی مسافت. وقیل ای و نحن املك به من حبل الورید الذي هو من نفسه لانه، میگه ما الله سبحانه و تعالی مالک این شاهرگ گردن به همه این وجود ما از بالا تا پایین است. فعلم الرب اقرب الیه من علم القلب و هذا القرب قرب العلم والقدره. میگه این نزدیکی علم و قدرت است. بازم میگیم ولله مثل الاعلی. این جمله یعنی این که ما هیچ وقت نباید مثالی که برای الله سبحانه و تعالی است رو به مخلوقات بزنیم، اما گاهی اوقات این مثال زدن نیاز هست با گفتن این جمله که این مثال مانند مثالی که برای الله متعال میزنیم نیست. نیاز است تا بعضی انسان ها متوجه بشن. به طور مثال شما برادر عزیز که تماس گرفته بودید، قدرت شما در محدوده خانه شماست. در محدوده خانهتون میتونید که به همسرتون امر بکنید، به فرزندانتون امر بکنید. حتی اگر از شما دورتر هم باشن، به فرزندتون که مثلا شما در هامبورگ زندگی میکنید، فرزندتون مثلا در هالند زندگی میکنه، بهش زنگ میزنید پسرم فلان کار رو انجام بده، نه نمیگه، انجام میده. قدرت شما در محدوده خانواده شماست. مؤسسه‌ای دارید، شرکتی دارید، کارخونه‌ای دارید، شاید مدیر کارخونه‌تون، کارگرایی که اونجا کار میکنن، اونام یعنی شاید امر شما را قبول بکنن چون شما بالای اونها قدرتی دارید. اما صدر اعظم آلمان علمش و قدرتش بر همه آلمان هست. علم ذاتی خودش نیست، از طریق پلیس، از طریق استخبارات، از طریق دم و دستگاهی که دارن، از طریق تکنولوژی که دارن، همه مملکت رو اداره میکنه. رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیری که وزارتخانه رو اداره میکنه، از طریق قدرتش، زیردستانش، از همه صغیره و کبیره محیطی که در اونجا حکومت داره، قدرت داره، آگاه است. الله سبحانه و تعالی خالق همه بشریت است و با علمش و با قدرتش از همه هستی آگاه است. و این به معنی نزدیکی ذات الهی به یک شخص نیست. باز دوباره برمیگردیم به مسائل فلسفی که لحظات پیش در موردش صحبت کردم. اصلا تصور کردن، صحبت کردن در مانند الله سبحانه و تعالی در همه جا هست و در هر جا هست و اگر باشه چطور است، اگر نباشه چطور است، سوالات فلسفی که بعضیا میکنن، این
اصلا در این مورد عقل بشر نمیتونه گنجایش این مسائل رو نداره. به خاطر همین منع شده که در شریعت در این مورد انسان اصلا فکر بکنه. بعضی میگن نه عقل بشر باید همه این چیزها رو درک بکنه. بسیار خوب. مثلا شما 30 سال پیش، شما برادر عزیز حتما در افغانستان بودید. در اونجا اگر به شما کسی میومد میگفت که مثلا اسم شما باشه احمد جان، برادرت که در آلمان زندگی میکنه، محمد مثلا، شما الان میتونی که اون رو ببینی، باش صحبت بکنی، اصلا چهرهشو با پوست و گوشت و همه چیز ببینی جلوت. میگفتید که نه این دیوونه است، این امکان نداره، این چند هزار کیلومتر دور چطور امکان داره که من اون رو ببینم؟ همون چیزی رو که عقل ما 30 سال پیش انکار میکرد امروز ما داریم میبینیمش. من مقاله خوندم که بعضی از رستوران ها و بعضی از سوپرمارکت ها در آینده حتی به مشتریانشون امکان چشیدن طعم منتجاتی رو که عرضه میکنن از طریق اینترنت رو ارائه بده. امروز شاید به نظر من و شما یک چیز اصلا غیر ممکن باشه، چون عقل ما فعلا در همین زمانی که ما زندگی میکنیم با این تکنولوژی که سر و کار داریم، عقل ما در همین محدود است. اما این چیز امکان داره، شاید 10 سال بعد، شاید 5 سال بعد. خیلی از مسائل است که امروز عقل ما قبول نمیکنه، اما در آینده امکان داره که اتفاق بیفته.